سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. سورگینکس هستم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن از کلش رویال که به ترکیب ناب آوردم واسهتون. بریم که ترکیب رو تست کنیم و ببینیم چه شکلیه ترکیب، میتونه جوابگو باشه یا نه. خب تعریف کم خیلی سریع کارتش استفاده کرد، مثلا زور بود برای فارکرکرم که لایت بزنه. ایراد نداره نو هر کاری میکنه که فقط دمیج رو برسونه. بیا دیگه داداش بیا. اوه 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 گولم داره، احتمالاً ویزک هم داره که جلوی پکامو بگیره، ولی ویزک ننداخت. خیلی جالب بودیم از کارت که واقعا من دو نفرم گوله مثلا برای دفاع کردنش حتما باید تاور دمیج بخوره. نمیگم میگه یه سازه داشته باشی. یعنی واسه یه اتک آیا اتک جوابگو میشه و بله پکام میزنه. پکام خیلی راحت کارو در میاره. این برای الوار با این نایت کال زبونم گرفت، کار در میاد. برو تو کارش بسا، برو. تمام. خب تاور سمت راست به این راحتی میتونیم بندازیم و بریم سمت تاور سمت چپ. بازم گولن پلی داد، ولی این دفعه احتمال داره متفاوت باشه، چون اکسی 2 برابره احتمال داره کنار یک چیز دیگه هم بندازه. بله دقیقاً خیلی ترکیب رو مخی داره، ترکیبش وحشتناک رو مخه. تاور رو گرفت، تاور رو به راحتی گرفت. ایراد نداره و یک گولم دیگه بازی میکنه وسط میدان. شانس ماه پکا خوب تونست جمع کنه کارو. ای والله اینجا داریم میریم سمت کینگ تاورش. امیدوارم پشپشمو نزنه که زد، ولی ایراد نداره، ما تاور رو میگیریم ازش و تمام دیگه. خب عالی بود. من شرمنده و قبل از این که مثلا استارت ویدیو رو خیلی بد موقع زدم، بذار این ترکیب رو به شما نشون بدم. این ترکیب دوستان نگاه کنید، خیلی ترکیب خوبیه. میتونید به راحتی برای اتک دادن به حریفتون استفاده کنید بدون هیچ عیب مشکلی. اوه 4 ستاره 480 تا ریر. ببینم برای چی میتونم استفاده کنم. برای بجز فایل کرکرم که نمیشه. کارت دیگه دارم؟ ندارم، ایراد نداره. بریم سراغ ماتچ بعدی. خب یه ریز اتک بدیم ببینیم چی داره واسه دفاع. خب ببینیم برای قضاوت کردن خیلی زوده، چون احتمال داره شاید کارتشو نداشته باشه، مثلا الواری چیزی اروی. حالا تو ادامه مشخص میشه که داشته یا نداشته واقعا. ترکیب جالبیه، ایراد نداره، ما میزنیمش. جلات نگره، ایراد نداره، میکشینیم مینیو
نگاه میگم چی گفتم؟ اوه چه اشتباهی کردم. اصلا اشتباهم قابل توصیف نیست، کلا خراب کردم میشه گفت. اوه یه اشتباه کلا باعث شد تاورم بره. اصلا کلا ایراد نداره آقا، جبران میکنه. فقط باید سریع جبران کنیم، چون حریف اگه بتونه به راحتی تاور سمت راستم رو بندازه و به راحتی دفاع کنه که اینترنت ما ضعیفه، ایول میتونه باعث بشه که ببازم. حالا برای اکس 2 برابر مونده پکار استفاده میکنیم که اِوولوشنش رو برای اکس 2 برابر نگه داریم. قطعا کارت دیگه استفاده نمیکنم چون جلاد کارش انجام میده. مینیون خیلی خوب به موقع انداخت، ولی خب ما بازم زدیم. خب بریم سراغ اتک بعدی ما نایت پیدا بدیم. حالا اگه کارت هامون ببین حریف هر کاری داره میکنه که پاور رو سریع بزنه فقط بره به سوی دفاعش هم ضعیف. آقا دفاعی درست حسابی هم نداره، داره همینطوری اجازه میده که من دمیج بدم تاورشو. یه اتک آنچنان جالبی نداد و خیلی هم راحت دفاع شد. خب تاور سمت چپ رفت، ببین امکان نداره دیگه دفاع کنه اونو. بریم سراغ سمت راستیه. گفتم سریع میخواد بیاد، فقط من چقدر اشتباه میکنم این الوار انداختم خدا. خلاصم بیاد بگیره، ما این تاورشو میخوایم، ما که زدیمت. دیزی نبود ریجم داشت. آره ریجو داشت، آره پرنس انداخته بود ریجو درم. ایراد نداره بریم سمت تاورش. باخت دیگه، میزم تسلیم میشه بهترین گزینه است، ولی تسلیم هم نمیشه. جالبه. یعنی جاینتش هیچ کاری نمیتونه کنه، من بلش کنه اونجا ما بود. تمام چیزی. اینم از مچ دوممون. فایر کرکرمون ایونتش انجام شد. من نگاهی بندازم. خب به من یه بوست داد، بوست یه 3 ساعته. خب که بوست 3 ساعته رو میدن به فایر کرکر. میریم سراغ مچ بعدی. خب سودا بریم ببینیم که این حریفی که الان رو برمون افتاده چه ترکیبی داره. با الکتروویزار دقیقا جلوشو میگیریم خیلی راحت. ببینیم گوبلین برلمون با چی میخواد دفاع کنه. والکری میندازه، اوکی. یه فایر کرکر میریم براش. نایت از وسط میریم. اوکی دیگه کارت استفاده کنیم بهتره، چون اگه اتک بده باید ساید دفاع کنم. چون ایول نزین بریم سراغ اتک. یعنی اکسیر داره برای والکری؟ نداره اکسیر نداره. تاورش بعد دمیج خورد. ایراد نداره آقا. یه فایر کرکر میریم. اوه تاکسیک پلیر باشه عمرم بذارم من تاورم رو بگیری. تمام
بگیر مادویچ میگم بیچو بگیر. اوه اینو نگاه چه زرنگه. آخه خراب کردم اینو. ولی اوکی، دفاع خیلی خوبی بود. بچه گوبلین برا رو باید یه موقع بندازین که اصلا نداشته باشه مثلا کارتی. حالا مثلا این حریف رو برمون نه ارو داره نه اوه، حالا دارم میگم نه ارو داره نه نمیدونم اکسی مثلا زپی مپی یا الواری، اینا هیچ کدوم نداره. خب خیلی راحت وقتی اکسیرش تموم شد میتونی خیلی راحت بندازین از خودش بیارین. حالا جلاد کارشو میکنه اونور. خب الان ببین بهترین موقع است برای گوبلین بره. شاید مثلا جلو اینا رو بگیره نذاره برن سمت تابه. برای گوبلین بره اون کنار میتونه بزنه. پس ببین گفتم ببین 106 به تمام. گوبلین برل پرچم دار. برو برو. خب قطعا جلاد ما میزنه و مگانم توش هم مولا دیگه کاری نمیتونه کنه. این برای پکا یه فای کرکتر یه گوبلین برل قطعا دفاع نمیکنه. اون دیگه باخته دیگه، چی داره باشه باختن دیگه تمام چیزی. خب چی میده یا خاصی نداره. خب ستون امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشی. من یه بارم به شما ترکیب نشون بدم و با بازی کردن خواستم بهتون آشنایت بدم که این ترکیب چه شکلی بازی کنین. ترکیب خیلی خوبیه، خیلی راحت میتونین حرفاتون از پا در بیارین. میتونین خیلی راحت ریزکای حرفو با الوار بندازین، با لاگتون بندازین، با چه میگن فایر کرکر رو زلات خیلی راحت میتونین حریفای که ریزکی دارن خیلی راحت میشه انداخت. کلا با الکترو ویزارد هم میتونین کار کنین، یعنی کلا ضد ریزکه و اتکتون خیلی خوبه و میتونین اگه اینفرنو دراگون درست حسابی استفاده کنین و نذارین که حریف مثلا الکترو ویزارد یا زپشو بزنه. مثلا اگه زپشو بزنین شما باید سریع نایتی بندازین نذارین بره سمت تاور که این دوباره بگیره روش. در کل قراره ویدیو بیشتر بزنیم از کلش رویال و امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و مفید بوده باشه برای شما و تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.